ما از خداوندیم و بازگشتیم ما بر سوی خداونده. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و هر کسانی که ما را تماشا دارید. خداوند از همه‌اش ما راضی باشد و بر کلگی سلامتی خواهان هستم. دوستان عزیز، با هر یکی ما و شما معلوم است، شاید بسیاری ها خبر نداشته باشند. یکی از چهره های شناخته، یکی از بهترین و خاکسارترین انسانی که با تخلص غریب شو کمپانی یکی از خوردی ما میدونیم، میشناسیم، اکای بختیار رحیموف سفر به آخرت کردن، سفر به دنیای حق کردن، یعنی که جان را به حق سپاریدن. امروز صبح با خبر شدیم و خواستیم که همدردی خودمونم بر اهل عائله‌اش و فرزندانش برسانیم، زیرا وظیفه فرزندی، وظیفه برادری، وظیفه مؤمنی، وظیفه مسلمانی ما همیه که وقتی یک بالای برادری ما و شما مصیبت می آید همدردی بیان کنیم. با همدردی بیان کردن یگان جای از ما و شما کم نمی شود و یگان جای زیادتی و رزخود زیادی نمی شود. برعکس هم خودمون شاد میشیم و هم یک برادری که البته وقتی همدردی ما را نسبت یک برادرمون میشنوه شاد میشود. خداوند متعال روح اکای بختیار را شاد گرداند، آخرتش را آباد، قبرش را پرنور و اینچنین قبرش را یکی از باغ‌های جنت بگرداند. بر اهل عائله، فرزندان، اهل بیت، خویش و تباران از درگاه الهی خواهان آن هستم که خداوند متعال صبرشان دهد، زیرا هر یک نفس چشنده مرگ است. وقتی که ما با این جمله ایمان آوردگی هستیم، اعتقاد داریم و میدانیم که دیر و زود هر یکی ما با اهل قبور همراه میشویم، خداوند هر یکی ما را با نور ایمان مشرف بگرداند. دوستان عزیز، اکای بختیار رحیموف، یعنی که همان با تخلص غریب شو کمپانی که تا امروز ما دیدیم، شنیدیم، حجوهاشا، حضر شقیهاشا، برآمداشا باور کنین فقط بهره میبریم، تماشا میکردیم، حلاوت میبردیم، فقط کوشش میکردن که تا بر چهره ما کمی هموشد شادی و خورسندی و تبسم را بیارد. البته نه هر کس به این کار قادر است، نه هر کس برای خوشحالی ما و شما کار میکنه و امروز خودش رفت و مخلصانش غمگین گشتن. به جای غمگین شدن باید دوستان عزیز هر یکی ما دعای خیر کنیم، دعای نیک کنیم. انشاءالله بهترین وظیفه انسانی ما، بهترین وظیفه برادری و دوستی ما همین است. باز یک بار دیگر برای همه شما سپاس، بر همه شما تشکر و از نام هر یکی شما دعا میکنم که پروردگار در کجای باشید خداوند متعال در حفظ امان خودش نگهدار داره و بر اهل عائله، برادر و خواهر و خویش و تباران و فرزندان اکای بختیار رحیموف صبر جمیل و کلی بیمارانشان شفای کامل عطا کند و هر یکی ما را خداوند در آخرین لحظه های مرگمان با نور ایمان مشرف می‌گرداند. باز یک بار دیگر خداوند نگهبان شما در حفظ امان خدا باشید. السلام علیکم.